یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن. یک پنجره که مثل حلقه چاهی در انتهای خود به قلب زمین می رسد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ. یک پنجره که دستهای کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره‌های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به قربت گلهای شمعدانی مهمان کرد. یک پنجره برای من کافی است. من از دیار عروسک ها می آیم، از زیر سایه های درختان کاغذی در باغ یک کتاب مصور، از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق، در کوچه های خاکی معصومیت، از سالهای رشد حروف پرید رنگ الفبا، در پشت میزهای مدرسه مسلول، از لحظه‌ای که بچه‌ها توانستند بر روی تخته حرف سنگ را بنویسند و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند. من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم و مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت پروانه است که او را در دفتری به سنجاقی مصلوب کرده بودند. وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغ‌های مرا تکه تکه می کردند، وقتی که چشم‌های کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می بستند و از شقیقه های مضطرب آرزوی من فواره های خون به بیرون می پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری، دریافتم که باید دیوانه وار دوست بدارم. یک پنجره برای من کافی است، یک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت. اکنون نهال گردو آنقدر قد کشیده که دیوار را برای برگ‌های جوانش معنی کند. از آینه بپرس نام نجات دهندت را. آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد تنهاتر از تو نیست؟ پیغمبران رسالت ویرانی را با خود به قرن ما می‌آورند. این انفجارهای پیاپی و ابرهای مسموم آیا طنین آیه‌های مقدس هستند؟ ای دوست، ای برادر، ای همخون، وقتی به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویس. همیشه خوابها از ارتفاع ساده‌لوحی خود پرت می شوند و می میرند. من شبدر چهار پری را می بویم که روی گور مفاهیم کهنه رویده است. آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود؟ آیا دوباره من از پله‌های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت پام خانه قدم می‌زند سلام بگویم؟ حس می‌کنم که وقت گذشته است. حس می‌کنم که لحظه سهم من از برگ‌های تاریخ است. حس می‌کنم که میز فاصله کاذبی است در میان گیسوان من و دست‌های این غریبه غمگین. حرفی به من بزن. آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می‌بخشد جز درک حس زنده بودن از تو چه می‌خواهد؟ حرفی به من بزن. من در پناه پنجره‌ام با آفتاب رابطه دارم. سلام، اینجا کافه ادبیات. من افخم هستم، در خدمت شما با خوندن آثار ادبی. اگر علاقه‌مند به این موضوعات هستید باید بگم که این کانال مخصوص شماست. لطفاً اون رو سابسکرایب کنید و با من همراهی بکنید. مدتیه خوندن کتاب اولین تپش‌های عاشقانه قلبم رو که نامه‌های فروغ فرخزاد هست به همسرش پرویز شاپور رو برای شما شروع کردم. قسمت‌های پایانی این کتاب هست و با خوندن این کتاب و این نامه‌ها تا حدودی به
زندگی فروغ میشه پی برد که چه دورانی رو گذرونده و تا اون زمانی که این نامه ها ادامه داشته یک شرح حالی از خودش و زندگیش برای ما میده. بخونیم ببینیم ادامهش چی میشه. تقریبا فکر میکنم یک قسمت دیگه از این کتاب باقی مونده باشه به غیر از این قسمتی که برای شما خواهم خوند. چهارشنبه 9 اسفند. پرویز عزیزم، مادرت امروز نامه تو را به من داد. من پیش خودم فکر کرده بودم که تو نخواسته ای جواب مرا بدهی و نمیدانستم که مریض بوده ای. امیدوارم حال تو همیشه خوب باشد و اگر گاهی اوقات برایت نامه می نویسم جوابم را بدهی. حال من بد نیست، یعنی هیچ جای بدنم درد نمی کند. ولی اگر بخواهی حالم را عمیق‌تر جویا شوی باید به تو بگویم که به هیچ وجه از زندگی خوشم نمی آید. زندگی برایم بی‌معنی و غیرقابل تحمل شده. برعکس تو من حالم با خواندن کتاب‌های روانشناسی و غیره خوب نمی شود. من آدم احساساتی و دیوانه‌ای هستم و مثل تو نمی توانم به اعصابم مسلط باشم. دردهایم بزرگتر از آنچه که هست در نظرم جلوه می کند و هیچ وقت قدرت روبرو شدن با حقایق زندگی را ندارم. بارها آرزو کردم که مثل تو باشم، اما گویی خدا نمیخواهد که من روی خوشبختی را ببینم. اعتماد و ایمان به نفس در وجود من مرده. محیطی که در آن زندگی می کنم برای من کشنده و رنجاور است و پیوسته به ضعف و تزلزل روحیه من کمک می کند. همیشه فکر می کنم که فقط برای مردن خوب هستم، زیرا در خانه کسی برای من ارزش قائل نیست و کسی نیست که شخصیتم را تقویت کند. هیچ کاری را نمی توانم با ایمان و اعتماد انجام بدهم. تزلزل و تردید مثل سایه شومی روی اعمال و افکار من سنگینی می کند و شخصیتم مثل یخی که در مقابل آفتاب طعنه و بدگوی دیگران قرار گرفته باشد قطره قطره آب می شود. هیچ کس نیست که درد مرا بفهمد و به من کمک کند. فقط مرا همانطور که هستم بشناسد. حالا می فهمم که درد بیگانگی چه درد بزرگی است. چه کسی می تواند حالا باور کند که در قلب من هیچ چیز وجود ندارد؟ و من جسمم را کشتم. جسمم را با همه شور و احساسی که جوانی در آن به وجود آورده کشتم. تا به خاطره پاک تو وفادار مانده باشم و یاد تو را با یاد هوس‌های پوچ و مبتذل در هم نیامیزم. هیچ کس نمیتواند باور کند که همین برای من کافی است که فکر کنم شب‌های درازی در آغوش تو تا صبح خوابیدم و قلب تو روی سینه‌ام تپیده. بعد از تو هیچ کس را نمیتوانم دوست داشته باشم. خوشمزگی‌های مردها به نظرم به دلقک بازی شباهت دارد. زیرا پیوسته تو را به یاد دارم و تو برای من به منزله معیار و مقیاسی هستی که با آن دیگران را میسنجم. وقتی پاکی و صفای قلب تو را به یاد میآورم ریا و دورویی دیگران بیشتر در نظرم جلوه می کند. پرویز به خدا من مستحق این سرنوشت نبودم. قلب من پاک بود و روحم را هنوز شائبه گناهی نیالوده. تو حرفم را می توانی باور کنی، زیرا من همیشه مال تو بوده. حتی یک لحظه هم در دوست داشتن تو تردید نداشتم. فقط نمیدانم چه نیروی شگرف و مرموزی مرا به این ورطه کشاند. چرا این کار را کردم؟ هیچ نمیدانم. گاهی اوقات از فکر کردن به این موضوع آنقدر خسته میشوم که پیش خودم اینطور استدلال میکنم: غیر از این نمی شود که بشود. هرچه پیش آید طبیعی و جزء سرنوشت من بوده و من باید در مقابل این سرنوشت که زهر بدبختی را به جای شهد خوشبختی قطره قطره در کامم ریخت سر تسلیم فرود بیاورم. بیشتر از این از خودم برایت نمی نویسم. تو چه می توانی برای من بکنی؟ آن روز که با عشق خود به من خوشبختی دادی قدر تو را ندانستم و مثل دیوانه ها دنبال حرفای پوچ و مبتذل رفتم و امروز دیگر چه توقعی می توانم از تو داشته باشم؟ بگذار آنها که خیلی کمتر از من به تو نزدیک بودند از وجود تو شاد شوند و من که سالهای دراز لحظه ها و دقایق عمرم را با لحظه ها و دقایق عمر تو درآمیخته و اولین تپش های عاشقانه قلبم به خاطر تو بود، دور از تو در ماتم سعادت از دست رفته زندگیم بمانم و لبخندم به لبخند محتضری شباهت داشته باشد که نزدیک شدن دقایق آخرین عمر را احساس کرده است.
روزها می‌گذرند بی آنکه من به گذشت آنها توجهی داشته باشم. در خلأ وحشتناکی افتادم و برای زیستن احتیاج به امیدی دارم. من می‌دانم که خوشبختیم به پایان رسیده و اگر کتاب‌های همه عالم را هم بخوانم هرگز آن را دوباره به دست نخواهم آورد. زیرا من اصل زندگی را گم کردم. پرویز، از حال کامی بخواهی بد نیست. اگر من او را پیش مادرت گذاشتم فکر نکن که از نگهداری او عاجز بودم، بلکه در اینجا بیشتر به آسایش و راحتی او فکر کردم تا به خوشبختی خودم. پرویز، به خدا من دروغ نمیگویم. من نخواستم روح او را که حالا مثل گلی لطیف و عطرآگین است در محیط منزل ما که با سر و صداها و کشمکش‌های همیشگی آمیخته است مسموم شود. من پیش خودم فکر کردم که او نباید مادرش را در بدترین وضعیت که تو خودت میتوانی حدس بزنی مشاهده کند و از حالا اعتماد و اطمینان او در زندگی سلب شود. در خانه شما صفا و صمیمیتی که روح او را پرورش میدهد وجود دارد و در اینجا نیست. دور بودن از او برای من رنج بزرگی است، ولی ترجیح میدهم که او دور از من باشد او از من دور باشد و در عوض محیط شوم و نکبتبار خانه ما در روح ظریف او اثر نامطلوبی باقی نگذارد. در اینجا من خودم وضعیت خوبی ندارم و دلم نمیخواهد او به آتش من بسوزد. پولی را که فرستاده بودی هنوز نگرفتم. نمیخواهم از تو تشکر کنم، زیرا تشکر کردن کار مبتذل و بی‌معنی است. من در قلبم به تو احترام میگذارم و آرزویم این است که روزی بتوانم با همه بدیهایم به خوشبختی تو کمک کنم. فروغ. شعری هست اینجا که نوشته تقدیم به همسرم به اسم بازگشت. زان نامه‌ای که دادی و زان شکوه های تلخ تا نیمه های شب به یاد تو چشمم نخفته است. ای مایه امید من، ای تکیه‌گاه دور، هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است. شاید نبود قدرت آنم که در سکوت احساس قلب کوچک خود را نهان کنم. بگذار تا ترانه من را رازگو شود، بگذار آنچه را که نهفتم عیان کنم. تا بر گذشته می نگرم عشق خویش را چون آفتاب گم شده می آورم به یاد. می نالم از دلی که به خون غرق گشته است. این شعر غیر رنجش یارم به من چه داد؟ این درد را چه سان به دل خود نهان کنم؟ آن دم که قلبم از تو به سختی رمیده است، آن شعرها که روح تو را رنج می دهد، فریادهای یک دل مهنت کشیده است. گفتم قفس، ولی چه بگویم که پیش از این آگاهی از درویی مردم مرا نبود. دردا که این جهان فریبای پرز راز با جلوه و جلای خود آخر مرا ربود. اکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر بار دگر به کنج قفس رو نمودم. بگشای در که در همه دوران عمر خود جز پشت میله های قفس خوش نبودم. پای مرا دوباره به زنجیرها ببند تا فتنه و فریب ز پایم نیفکند، تا دست پر ز قدرت امیال رنگ رنگ بندی دگر دوباره به پایم نیفکند. 20 اسفند. فروغ. حالا میفهمی که چقدر دوستت دارم و چقدر پشیمان هستم. یک شنبه 10 تیر. پرویز عزیزم، این نامه را برای خداحافظی برایت می نویسم. نمیدانم از کجا شروع کنم. با یک اندوه شدیدی از اینجا می روم. میخواستم اصلا برایت نامه ننویسم. خیلی هم سعی کردم اما نشد. نمیدانم چرا، فقط دلم میخواست خودم را گول بزنم. مثل این بود که این کار برایم خیلی دردناک بود. قلم را بردارم و برای تو بنویسم خداحافظ. آیا بعد چه می شود؟ خودم هم نمیدانم. میروم خودم را گم کنم در حالی که چشمهایم نگران تو و کامی است. فکر این که شاید دیگر هیچ وقت نتوانم شماها را ببینم دیوانه‌ام میکند. زندگیم طوری شد که آخر مرا به اینجا کشاند. من خودم میدانم که دارم به طرف مجهول میروم، یعنی ناچارم بروم. وضع روحیم طوری است که ماندن در اینجا را نمیتوانم تحمل کنم. تو بعد من چه فکر خواهی کرد؟ حالا خوابیده بودم و گذشته مثل نوار رنگینی از جلوی چشمم میگذشت. درد را توی همه رگ‌هایم حس میکردم. همه رفتن پشت بام خوابیدند. شب اینقدر سنگین است که نمیتوانم نفس بکشم. و من اینقدر تنها هستم که هیچ چیز نمیتواند تنهاییم را پر کند. شاید تو و دیگران بعد از من فکر کنید که من خیلی بد بودم. من بچه‌ام را دوست نداشتم، اما نمیدانم چه بگویم.
من فقط او را به تو می سپارم. تو می توانی حس کنی که در زندگی به کجا رسیدم. فکر او اشک را به چشمم می آورد. دلم می خواهد برایش مادر خوبی باشد. اما افسوس هرچه که در اطراف من وجود دارد با آرزویم مخالفت می کند و پیوسته زندگی مرا از او دور می سازد. من می روم و او تنها می ماند. نباید اینطور باشد، اما چه می شود کرد؟ پرویز، در این لحظاتی که چشمهایم می خواهد همه یادگارها را، همه محیط و اشیا را در خودش جاودانه منعکس سازد، قلبم از اندوه لبریز است. تنها به او فکر می کنم و فقط به وجود تو امیدوارم. شاید برای او رفتن من زیاد ناراحت کننده نباشد، اما با همه اینها تنها خواهشم از تو این است که زودتر به تهران بیایی تا او کاملا تنها نباشد. پرویز، من نمیدانم با چه زبانی از محبت‌های تو تشکر کنم. اگر تو نبودی من نمیتوانستم به هیچ کس تکیه کنم. به خدا با تمام وجودم آرزو میکنم که تو خوشبخت بشوی و یا باشی و با تمام وجودم آرزو میکنم که مرا و بدیهای مرا فراموش کنی. من همیشه دوستت دارم. نمیخواستم این جمله را بنویسم برای اینکه من این ارزش را ندارم که تو را دوست داشته باشم. تو روحت خیلی بزرگتر و پاکتر از آن است که با روح من بیامیزد. من آدمی هستم که خودم را توی جریان وحشتناک دیوانگی هایم انداختم و بیش از هر چیز به نیروی شگرفی فکر می کنم که دستهایم را راحت نمی گذارد و در درونم وجود دارد و من میان پنجه هایش موجود ضعیفی بیش نیستم. زندگی من در آن جایی می گذرد که با خوشبختی و سعادت واقعی فرسنگ ها فاصله دارد. همچنین با زندگی تو و من اگر سرانجام طرز فکر خودم را می دانستم هیچ وقت زندگی تو را خراب نمی کردم. حالا که می روم تو مرا ببخش و اصلا فراموشم کن. من خودم نمی دانم چه کار کنم. چهارشنبه صبح می روم. همه مسخره‌ام می کنند ولی برای من همه چیز حل شده و بدبختی و خوشبختی مفهومی ندارد. من برای این نمی روم که خوشبخت بشوم. می روم خودم را فراموش کنم و تو را فراموش کنم و گذشته را فراموش کنم. اما می دانم که هیچ وقت نمی شود. همیشه جای خالی تو را در کنار خودم می بینم و همیشه یاد تو و یاد عشقی که نثارم کردی و آغوش گرمی که به رویم گشودی زندگی را به کامم تلخ خواهد کرد. من دوستت دارم و هرچه بیشتر می خواهم تو را فراموش کنم این حقیقت دردناک را بیشتر احساس می کنم. برگشت به طرف تو و تحمل زندگی محدود خانوادگی برایم مشکل است. اما گریختن از تو و فراموش کردن تو هم برایم مقدور نیست. تو برایم معما شده ای. تو برایم عذاب شده ای و خوبی هایت رنجم می دهد. پرویز، یک بار دیگر می نویسم که کامی را به تو می سپارم. تو نگذار نبودن مرا احساس کند. آنقدر دوستش داشته باش که مرا فراموش کند. همه نگرانیم به خاطر اوست. خودم برایش لباس می دوزم و می فرستم. وقتی تهران آمدی او را با خودت ببر. پرویز، من آدرسم را بلافاصله بعد از ورود برایت میفرستم که جواب نامه‌ام را با آن آدرس بدهی. دلم میخواست پیش از رفتن تو را میدیدم اما تو نیامدی و حالا نمیدانم که آیا باز در زندگیم یک روز تو را خواهم دید یا نه. عکس کامی و خودت را برایم بفرست. با تمام محبتم تو را میبوسم. خدا حافظ تو، فروغ. اینجا دیگه پشت کارت پستال چیزهایی نوشته و فرستاده فروغ. پرویز عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشد. این نامه را از روم برایت می نویسم. مسافرت من به خوشی گذشت. تمام راه را به تو فکر کردم و به خاطر کامی ناراحت بودم. خواهش می کنم زودتر به تهران برو که او تنها نباشد. اینجا شهر خیلی بزرگ و شلوغی است اما من پیش دوستم یک اتاق خوب گرفتم. برایت نامه مفصل خواهم نوشت. آدرس خودم را نوشتم. تو را می بوسم. پرویز جان، برای من زود به آدرس زیرنامه بنویس و به مادرت راجع به کامی بنویس که خیلی مواظبش باشند. پرویز، به خدا خیلی ناراحت هستم. الان چون ماشین میخواهد برود تند این کارت را نوشتم که از حال من خبر داشته باشی. باز هم تو را میبوسم. اداره دارایی آقای پرویز شاپور، ایران، اهواز. و پایینش آدرس خود فروغ. و یک کارت دیگه. مادر عزیز، این کارت را از ایستگاه راهن روم میفرستم چون برای کامی خیلی ناراحت هستم. و در ضمن میخواهم از شما تشکر کنم که همیشه مواظب او هستید.
حال من خوب است. خواهشم از شما این است که گاه با آدرس زیر از حال کامی برای من بنویسید. از طرف من او را 100,000 مرتبه ببوسید. من برایش لباس و اسباب بازی خواهم فرستاد. اگر کاری داشتید به مامانم یا کلور مراجعه کنید. کلور برای او لباس می‌دوزد. برای پرویز هم راجع به او نوشتم. من همه امیدم به شماست و در قلبم برای شما یک دنیا محبت دارم. از طرف من به همه سلام برسانید. کامی را ببوسید. به امید دیدار مجدد. فروغ. خیابان امیریه، چهارراه گمرک، کوچه کمیلی، مقابل حمام سبزیکار، منزل دکتر سجادی، خانم شاپور. یک شنبه 10 تیر 22 ژوئیه. پرویز عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشد. از وقتی که از تهران آمدم با وجود اینکه 2 کارت و 1 نامه برایت فرستادم هنوز خبری از تو ندارم. دلم سخت تنگ است و نمیدانم چرا تو از من قهر کرده ای. اگر میدانستی که چقدر تو را دوست دارم و چقدر اینجا شب و روز به یاد تو هستم شاید برایم نامه میفرستادی. حال من بد نیست. هوا اینجا خیلی گرم شده. مثل اهواز روزها اصلا از خانه بیرون نمیایم. تنها هستم. اصلا از تهران خبر ندارم. هیچکس به یاد من نیست. دلم میخواهد آنقدر کوچک بشوم که به قدر یک پرنده باشم، آن وقت پر بزنم و بیایم پیش تو. پرویز، هرگز گذشته‌ام را فراموش نمی کنم. روزهای اهواز، شاید هرگز دیگر نتوانم نظیر آنها را در زندگیم به وجود بیاورم. حالا دیگر خسته و ناامید هستم. دلم برای کامی تنگ شده. الان که می آمدم توی اتوبوس یک پسر بچه دیدم. شکل او. دلم یک مرتبه ریخت پایین و گریم گرفت. هیچ وقت نشده که برای من غمهایم تمام شوند. پرویز، یادم نمی رود که در تهران به من گفتی که دوستم داری و شرط کردم مال هم باشیم. حالا پس چرا نامه نمی نویسی؟ چرا فراموشم کرده ای؟ تو می دانی که من اینجا تنها هستم. خواهش می کنم اقلاً ماهی 1 کاغذ بنویس. من وضعم اصلا خوب نیست. باید کار کنم. صبح تا شب کار می کنم. مغزم دیگر درد گرفته. اگر برمیگشتم و دوباره زندگی گذشتم را از سر می گرفتم شاید بهتر بود. اما افسوس که در تهران هم راحت نیستم. هیچ جا راحت نیستم. پرویز، به خدا منتظر هستم. زودتر نامه بفرست. از کامی هم برایم بنویس. برای اینکه دلم برای او سخت تنگ شده. پرویز، اگر برای کامی خواستی چیزی بخری، نخر. بده اینجا من برای او بخرم چون ارزان و قشنگ است. تو را میبوسم. فروغ. تا اینجا فکر میکنم کافی باشه. فروغ سفری رو که قرار بود انجام بده رفته. گویا به روم رفته برای حالا ادامه تحصیل و کار و خب به نظر میاد که حالا زندگیش رو یک روالی افتاده، اما اون احساساتی که داشته همچنان دست از سرش بر نداشته. دلتنگی های مربوط به بچهش که گذاشته و آمده و حسرت گذشته رو که میخوره مدام داره اذیتش میکنه. یک چیزی که تو این دنیا وجود داره اینه که آدم نمیتونه تا در جایگاه کسی قرار نگرفته اون رو قضاوت بکنه. البته شاید در زمان فروغ این قضاوت ها خیلی خیلی زیاد وجود داشت و شاید تا همین دوران ما هم وجود داشته باشه. اما چیزی که دنیای جدید به ما داده، اون آگاهی که داده، اینه که ما هرگز جای کسی نیستیم و نمیتونیم قضاوتش بکنیم. اینکه چه عواملی باعث میشه که یک آدمی دست به یک کاری بزنه. شما هم نمیدونم شاید مثل من با خوندن این نامه ها یک جرقه هایی توی ذهنتون پدید آمده که خب چرا فروغ این کارها رو کرده؟ اصلا چه کار کرده؟ چی باعث شده که اون عشق شورانگیز به این جدایی تلخ بدل بشه؟ ما نمیدونیم. ما فقط میتونیم بخونیم و یک حس همدلی داشته باشیم با یک زن شاعری که قطعاً رنج‌های زیادی رو از سر گذرونده و ما فقط بخشی از شاعرانگی اون رو میبینیم و توی زندگی اون نیستیم. همونطور که توی زندگی خیلی از آدمای دیگه نیستیم. سرتون رو درد نیارم. فکر میکنم یک قسمت دیگه از این کتاب باقی مونده باشه که برای شما بخونم.
خواهش میکنم اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. برای دوستانتون که میدونید علاقمند به این موضوعات هستن حتما بفرستید. نظر و یا پیشنهادی دارید حتما برای من کامنت کنید. اگر دوست دارید کتابی خونده بشه، شعری خونده بشه، حتما برای من بنویسید. ممنون شما هستم و خداحافظتون.